هفته خبر تو خبر داره براتون از دمر شدن تشت انتخابات رو عمامه ولایت و کله پا شدن عزیز دردونه‌های خامنه‌ای. کار به اونجا رسید که واعظ طبسی طاقت نیاورد و یه راست رفت واسه ملاقات با اسرائیل. آیت الله واعظ طبسی دیروز بعد از شرکت در انتخابات به علت عارضه تنفسی به بیمارستان منتقل و به کما رفت. اکبر کوسه که روی خورد و خاکشیر شدن طلسم عظما خیلی حساب باز کرده بود، قبل از نمایش انتخابات تا دلتون بخواد فیلم بازی کرد و قمپوز دموکراتیک در کرد. هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه چجوری فکر کنید. من فکر میکنم حکومت اسلامی باید مردمش رو آزاد بگذاره، اجبار نکنه، تهدید نکنه، محدودشون نکنه، بی خودی زندانشون نکنه. ای کلک یه طوری حرف میزنه که انگار توی 3 دهه گذشته تو کمد بوده. پس به عنوان استوانه نظام و رفیق امام تا به حال چه غلطی میکردی؟ تعجب میکنی. عجب، خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی عالی حرف میزنه، اما خیلی نامرده. بیانش خوبه، جنسش جلبه. بعضیا حرف که میزنن طلایی حرف میزنن اما باطله، مثل گل زیبایی که ریشش تو پهنه. خلاصه این که توی این انتخابات کوسه و عظما تا تونستن برای کسب قدرت بیشتر روی صورت هم پنجول کشیدن که آخرش هر دوشون ضعف کردن. آخوندا توی این نمایش انتخابات برای گدایی رأی به هر دری زدن و صندوق رأی رو به هر جایی بردن، حتی به زندان و قبرستون و محل‌هایی که شاید فکر نکنید صندوق‌های رأی به آنجا هم برود. جنب و جوش طرفداران نامزدها به زندان‌ها هم حال و هوای کاملا انتخاباتی بخشیده. بیزرا چرا حالا؟ خب بیزرا اومده بودیم مثل همه میومدیم سر خاک و موقعیت مناسب بود گفتیم همینجا رأی بدیم. بله، وقتی موقع نمایش انتخابات میشه حتی مرده ها هم حق رأی پیدا میکنن. تازه هر کی با هر تیپی مجاز رأی بده. وطنمو دوست دارم واقعا، از ته دل میگم. وقتی میگن آمریکا شیطان بزرگه، واقعا آمریکا شیطان. داشتیم زودتر بیایم و اینکه یه جوری حتی تو تلویزیون تصویر نشون داد که آقا زودتر رفته، ما گفتیم که یه جوری بریم حتی هم قدم با آقا باشیم، عقب نمونیم. تازه اینا که چیزی نیست، حتی مخالفین نظام هم دعوت شدن که رأی بدن تا انتخابات سالم جلوه داده بشه. دقیقاً. حالا یه سری اصلا خدای نکرده نظام قبول ندارن، اونها هم باید حتما باشن چون نظری دارن، به هر حال یک ایرانی هستن و تو سرنوشت مملکتشون باید نظر داشته باشن که مثلا من میخوام توی مملکتی که زندگی میکنم چگونه باشه، چی اتفاق بیفته، باید اونها هم نظرشون بدن. بس به خاطر همین باید اونها هم نماینده داشته باشن مثلا. این میشه سلامت انتخاب. اینجاست که بسیجی‌ها قاط میزنن و به همه چی شک میکنن. فرمودن چرا به رهبر امام خطاب می شود؟ چون ما امامامونمان را هم امام میگوییم. به ما ایراد میگیرن شما رهبر را معصوم میدانید، چرا رهبر نمیگویید؟ چرا رهبر نمیگوید که من امام نیستم؟ امام یعنی رهبر. اصلا در باب ولایت فقیه بین فقها اختلاف است چگونه ما نظر یک دسته از فقها را ترجیح میدهیم. به نظر میرسه که در وضعیت فعلی خامنه‌ای حتی زیر پای نوچه ها و بزغالای خودش هم داره لگدمال میشه. Oh yeah, it feels so good. Oh man, great massage. So good, yeah. Oh yeah, a little higher, a little lower now. Okay. Oh, it feels good. Oh, it feels good. این حجت الاسلام سیرابی کلی فکر کرده تا یه جوری به سوال بسیجی‌ها جواب بده که چرا همه بلاهای دنیا فقط سر ولی فقیه میاد و سراغ کشورهای دیگه دنیا نمیره. گاهی موقع یه سوال میکنن که آقا چرا تو کشورهای مسلمان ماها مسلمونیم، گاهی موقع یه سیل میاد، یه خوشسالی میاد، ولی مثلا تو کشورهای اروپایی که مسلمون نیستن بارونشون به راه، چیشون به راه، چرا این شکلیه؟ من میگم عزیز من، خدا پسرخالگی که با کسی نداره که. خب من اسمم مسلمونه ولی وقتی تو بازارم دروغ میگم بی برکت میشم. من اسمم مسلمونه وقتی اذیت میکنم کسی رو یه گره‌ای تو کارم میفته.
اون اسمش غیر مسلمانه ولی دروغ نداره، خوبی های اونها دارن که برکاتی براشون هست و ما بدی هایی داریم که بی‌برکتی هایی برامون میاد. این گوریل عمامه دارم با زبون بی زبونی اعتراف میکنه که آقا به محض اینکه نمایش انتخابات تموم بشه دوباره همون آشه و همون کاسه. یه جوری نباشه برای مردم ما تداعی بشه آقا همین که مثلا مسئله انتخابات گذشت، حالا اولین خلاصه مسائل اقتصادی نمیدونم افزایش نرخ‌ها اینا شروع میشه، نرخ‌ها مشکلات میذارن بعد از این. خوب نیست این، اگر بشه این حسن زن ضربه میخوره. این مسئولین عزیز، میدونم شرایط سخته، میدونم الان ما تو شرایط رکودیم، میدونم هنوز خلاصه همراهی هایی از جانب امور بین الملل با ما نشده که بتونیم، ولی واقعا خواهشم اینه که شبانه روزشون رو بگذارن. این هم یک گزارش از وضعیت اقتصادی نظام بعد از انتخابات از زبان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. در مسئله دوم مسئله اقتصاد کشور هست. ما همین الان 6 تا رکود 7 تا رکود در اقتصاد کشور داریم. رکود در تولید داریم ما، رکود در تجارت، رکود در مسکن، رکود در عمران، رکود در سرمایه، رکود در علم و رکود در نفت. با اینکه حتی تحریم برداشته شده، اخیراً عربستان یک طرحی داده و رفتن با روسا هم صحبت کردن که بیان فریز کنن. یعنی چی؟ یعنی هر کشوری تا الان هر مقدار تولید میکنن دیگه بیشتر از این تولید نکنن، یعنی ایران نتونه از فرصت رفع تحریم ها در حقیقت استفاده کنن. خب وقتی اینجوری سیاه نمایی میکنی برای بسیجی ها هم راهی به جز خودکشی باقی نمیمونه. علت ترس آخوندا از اومدن زنان به خیابون رو از زبان این آیت الله نرقول بشنوید. دشمن میخواد اینا رو از جایگاه اصلیشون خارج کنه. دشمن اینو نمیخواد، میخواد شما رو از این جایگاه اصلی خارج کنه و لذا کاری میکنه زن به جای مرد بنشینه، مرد به جای زن بنشینه. او باید در خانه باشه، بچه آوری کنه، خونه رو تأمین کنه، فضای خونه رو درست کنه. مرد باید در عرصه دیگری باشه. دشمن تلاشش بر اینه که جاها رو عوض کنه، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه فرهنگی، هم در عرصه اجتماعی، همه جا. خدایی نکرده اگر جا به جایی ناروا انجام بشه، اون خطراتی که در گذشته اتفاق افتاد الان هم اتفاق افتاد. ظاهرا تو کله این مشنگ پشه داره بکسوات میکنه. آخه تو که نمیدونی کشورهای 5 به علاوه 1 کدوم هستن، پس چرا میای از این زرا میزنی؟ امروز ملاحظه بفرمایید، میگن جمهوری اسلامی ایران با 5 به علاوه 1 مذاکره میکنه. میدونی یعنی چه؟ معنیش چیه؟ یعنی 5 کشور مقتدر جهان به اضافه آمریکا که خودش رو ابرقدرت میدونه یک طرف و یک طرف دیگر ولی فقیه حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله. تیویریش اومد برنامه تبلیغاتی واسه انتخابات درست کنه، رفت سراغ پاسدارای اعزامی به سوریه. البته چهرهاشون رو تار کرده بود تا روزی که بترکن و عکسشون بیاد روی تابوتا. مردم قدر این امنیت رو سلامتیشون برن و انشالله توی این امنیت بتونن اصلح ترین افراد رو انتخاب کنن. حالا مردمان ما قدر اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی بدانن و انشالله پای ولایت بمانن و قدر این اقتداری که جمهوری اسلامی و استقلالی که داریم رو بدانن که به برکت خون شهدا و ولایت هستش. خب در کنار مدافعین حرم هستیم و واقعا جای ما در انتخابات هفته اسفند خالی هست. شما در امنیت کامل انشالله پای صندوق ها برید و به افراد صالح رأی بدید. احتمالاً همین قیافه های ترسناک اینا بود که باعث شد بسیجی‌ها دق کنن و به حامیان ولایت رأی ندن.
هر کی دوست داره دوز زهر تزریقی به ولایت دستش بیاد این تیکه از حرفای شمخال خالی رو گوش کنه. ببینید چی شده که دبیر امنیت نظامم میناله که تو جنگ با ماهواره شکست خوردن و حتی از حزب و شیطانم عقب‌ترن. نگاه کنید این ماهواره توی فضای عمومی زمین، کره زمین پخش میشه دیگه، درسته؟ تو خیلی از کشورها هم راحته. چرا ما فکر میکنیم پخش ماهواره معنی بی‌حجابی؟ ولی توی مثلا حزب الله لبنان مثلا بخشنامه‌ای هست که بگن آقا شما حق ندارید ماهواره ببینید، چرا اون منجر به حجاب میشه توی لبنان؟ یا توی مثلا فضای عمومی ترکیه که سریالاش داغون کرده خانواده‌های ایران رو، چرا تو خود ترکیه وقتی میری شما میزان حجاب رو به فزونی میبینی؟ خب دبیر امنیت که اینو بگه، مجری تیویریش هم اینو میگه دیگه. چرا آقای پور محمدی میاد مصاحبه میکنه میگه ایدئال ما رسیدن به اینه که صدا و سیما 60% بیننده داشته باشه؟ ایدئال ما اینه. چرا باید ما الان 38500 نفر تلویزیونمون کارمند داره، یه تلویزیونی که با 35 نفر 40 نفر اداره میشه توی ماهواره بیاد بیننده ما رو بگیره؟ یکی از دلایلی که بیننده ندارن اینه که همه نفرات اعم از مجری و مصاحبه شونده به صورت مصنوعی باید یک سری حرفا رو بلغور کنن، چیزی که بعضن روی اعصاب میره و اونهایی که نمیخوان به این کلیشه تن بدن با این جوابها خبرنگار تیویریش رو سر کار میذارن. کجا میری؟ اینوری میری. اینوری به کجا میره؟ والا نمیدونیم، نرفتیم چه ببینیم، حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه. از کجا اومدی؟ از اینور اومدیم. برای چی داری میری؟ حالا خب اینور نمیشه بره، همه دارن میرن اینور. ما نمیدونم، من از کسی نپرسیدم، بچه‌ها دیدم همه اینور میرن، من گفتم اینجا بریم ببینیم چی میشه. چند ما رو داری میری؟ یه بار بیشتر نرفتم که، همینجوری الان دارم میرم. آخه آدم چه دید چند بار بره؟ یه بار میره دیگه، باش یه بار برمیگرده. خوبه اینجا، خدا خیرشون بده. مثلا حمامش مثلا تمیز بود، غذاش خوب بود، ساندویچ میدادن، نوشابه دادن، پرتقال زستان دادن، خیلی قشنگ. خودشون ریش و قیچی و میکروفون رو دادن دست طرف که بزنه فکشون رو پیاده کنه. در پایان یه شیوه بسیار راحت و بی دردسر برای باز کردن در نوشابه رو تماشا میکنیم. هر کی از این در بازکنا داشت میتونه این شیوه رو امتحان کنه.